توی این ویدیو میخوایم ببینیم تکنیک نوشتن افکار چه فوایدی داره و چطور میتونه به برگ برنده زندگی ما برای رسیدن به اهدافمون تبدیل بشه. پس مثل همیشه و بدون معطلی میریم سراغ موارد. مزیت اول، کاهش استرس و نگرانی. وقتی افکار و احساساتمون رو روی کاغذ می‌نویسیم، به نوعی داریم اونها رو از ذهنمون بیرون می‌ریزیم و این به ما کمک می‌کنه که احساس سبکی بیشتری داشته باشیم. نوشتن می‌تونه به ما کمک کنه که دیدگاه‌های جدیدی نسبت به مسائل به دست بیاریم و راهکارهای بهتری برای مشکلاتمون پیدا کنیم. مزیت دوم، افزایش خودآگاهی و درک بهتر از خود. نوشتن باعث میشه که خودمون رو بهتر بشناسیم و به احساساتمون عمیق‌تر نگاه کنیم. وقتی به طور منظم افکار و احساساتمون رو می‌نویسیم، میتونیم الگوها و تکرارهای افکاری رو شناسایی کنیم که شاید قبلا متوجهشون نبودیم. این تمرین کمک میکنه تا بهتر بفهمیم چه چیزهایی باعث شادی، استرس یا ناراحتی ما میشن و این آگاهی اولین قدم برای تغییرات مثبت در زندگیمونه. مزیت سوم، تقویت خلاقیت و ایده پردازی. نوشتن فقط برای بیان احساسات نیست، بلکه به خلاقیت ما هم کمک میکنه. وقتی افکار و ایده ها رو روی کاغذ مینویسیم، در واقع داریم به ذهنمون فضای بیشتری میدیم تا ایده های جدیدتری بسازه. اگر نویسنده، هنرمند و یا حتی کارآفرین هستین، نوشتن منظم میتونه به شما کمک کنه که خلاقیتتون رو تقویت کنید و ایده های تازه تری پیدا کنید. مزیت چهارم، بهبود تمرکز و نظم ذهنی. نوشتن افکار به ذهن ما کمک میکنه که تمرکز بیشتری پیدا کنیم و از پراکندگی افکارمون جلوگیری کنیم. وقتی ذهنمون پر از فکرهای مختلفه، انجام کارا سخت‌تر میشه. اما نوشتن باعث میشه که این افکار منظم بشن و سر جای خودشون قرار بگیرن. مزیت پنجم، افزایش سلامت روان. نوشتن احساسات و تجربیات منفی کمک میکنه که از اونها فاصله بگیریم و بهتر باشون کنار بیاییم. این کار مثل یه نوع درمان عمل میکنه و به ما اجازه میده که در مواجهه با مشکلات استرس کمتری رو تجربه کنیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. روش اجرا. 1. دفتر یا ابزار مناسب تهیه کنید. یه دفتر ساده یا حتی برگه های جداگانه ای رو برای نوشتن انتخاب کنید و یا حتی میتونید از اپلیکیشن های دیجیتال هم استفاده کنید، اما نوشتن با دست معمولاً تأثیر بیشتری داره. 2. زمان مشخصی رو اختصاص بدید. زمانی رو در طول روز پیدا کنید که بتونید بدون وقفه افکار خودتون رو بنویسید. مثلا صبح‌ها برای شروع روز با یک ذهن شفاف یا شب‌ها برای تخلیه ذهن قبل از خوابیدن. 3. بدون محدودیت بنویسید. هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید، حتی اگه به نظرتون بی‌معنی و بی‌اهمیت باشه. نگران غلط‌های املایی یا گرامری هم نباشید. اصلاً نیازی نیست که متن شما مرتب یا زیبا باشه. فقط خودکار رو بردارید و شروع به نوشتن کنید. 4. میتونید از چند تا سوال شروع کنید. مثلا امروز چه احساسی دارم؟ یا چه چیزی ذهنم رو درگیر کرده؟ یا اینکه چه چیزی برام خوشایند و یا ناخوشایند بوده؟ نتیجه گیری. نوشتن افکار یه ابزار ساده و قدرتمنده که میتونه به ما در رسیدن به آرامش، خلاقیت، تمرکز و یا حتی سلامت روانی بیشتر کمک کنه و برگ برنده زندگی ما باشه. ممکنه با خودتون فکر کنید که برداشتن یه خودکار و نوشتن افکارمون روی کاغذ روش بسیار ساده‌ایه برای رسیدن به موفقیت. اما قدرت روش‌های ساده رو دست کم نگیرید. موفقیت از فرمول‌های پیچیده و روش‌های عجیب و غریب نمیاد، بلکه حاصل عمل به روش‌های ساده و قابل اجراست. مرسی که تا پایان ویدیو همراه من بودید. اگه تجربه‌ای توی نوشتن افکار دارید یا علاقه‌مندین بیشتر راجع به این موضوع بدونید، حتما توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید. لایک کردن ویدیو رو فراموش نکنید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.